امام جمعه شهرستان سنندج هستیم. به سالن مسابقات اومدن و مسابقات گرامی داشته شهدای 28 دی سنندج رو دارن از نزدیک تماشا میکنن. حاج آقا خسته نباشید. بفرمایید که برگزاری این گونه مسابقات رو شما چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که گرامی داشته شهدای 28 دی سنندج رو چگونه باید یاد و خاطرهشون رو به یاد همیشه داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا بنده سرب اهالی کردستان و این استان و سرب تمام جمعیت شهرستان و برای تابعه شهرستان سنندج خیلی مقدمت میکنم حضور حضراتی که به عنوان مهمان به این جشن ما تشریف آوردند و نزول ایجاد فرمودند. جنگی بی سابقه است. انشاءالله خدا دیگر اون موضوع را به من نشان نده. الحمدلله الان ما اون موقع هیچی نداشتیم، ولی الان ما 70 میلیون ایرانی اقلا نصف فوق متخصصه دکترا هستن. ما بی سواد نداریم الحمدلله. علما داریم، دانشمند داریم، پهلوان داریم، تمتن داریم و قدرتمند داریم. و من گفتم در جمعه چندین مرتبه گفتم و تو من را امضا کردیم اگر اجازه بفرمایید رهبر ما کردستانی ها فقط حاضریم به جنگ اسرائیل بریم. طرف کردستانی ها بریم به جنگ اسرائیل ازشان به یک شهر از ما به سر دویدن و خود کردستانی میتونن اسرائیل از دیشکن کنن، نابود کنن. تنها کشوری که بداد اون مسلمان های غزه بعد که غزه برسه فقط ایرانه. انشاءالله خدا عظمت و توان و قدرتمندی زیادتر بر رهبرمون عنایت کنه که در ظهور بقیت الله العظم حضرت مهدی موعود ایشان واقعا حفظ سیطره اسلام را در دنیا بکنن. در هر جایی و اسلام بلند میشه. اول دولتی که براشون کمک میکنه ایران.